دیگران تاریخ ندارن، برای خودشون تاریخ میسازن، تاریخ‌های خلاف واقع. شما ملاحظه کنید تو این حتی تلویزیون ما هم نشان میده، اون کشوری که هیچ تاریخ با شکوه و با ارزشی نداره، داستان‌های دنباله‌دار 100 قسمت 150 قسمت درست میکنن، تاریخ میسازن برای خودشون، تاریخ حکمت میسازن برای خودشون، حکومت میسازن برای خودشون. ما داریم، یادمون نیست. گفتیم برید خطوط مقدم علم رو بشکنید، ازش عبور کنید، برید جلو. اکتفا نکنید به اینکه در قسمت‌های مؤخر قافله علمی جهان باقی بمونید، برید جلو. اون چیزی که من به عنوان یک آرزو چند سال قبل از این مطرح کردم و باید به این آرزو برسیم، اون اینه که گفتم ما باید جوری برنامه ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه مجبور باشه فارسی یاد بگیره، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.